روتین پوستی پرومیز یه روتین کامل و ساده است که بهبود و سلامت پوست رو گارانتی میکنه. دلیل نتیجه قطعیشم اینه که با توجه به پوست خودتون فرموله میشه. یعنی چی کار میکنه؟ یعنی اول ریلایف های پوستتون رو چک میکنید و طبق اون محصول رو انتخاب میکنید و ترکیبشون میکنید. این روش استفاده کمک میکنه که شما همیشه طبق حال روز پوستتون به پوستتون خدمات برسونید و روتین داشته باشید. میدونید تا حالا چه ظلم بزرگی در حق پوستتون کردین؟ مثلا پوست شما چربه و شما روتین پوست چرب رو انجام میدین. اگر اون روتین برای شما درست کار کرده باشه، بعد از 1 ماه شما دیگه مشکل پوست چرب رو ندارید. پس اون موقع شما از چه روتینی باید استفاده کنید؟ ولی شما همیشه همون روتین پوست چرب رو ادامه میدید و اینجاست که مشکلات شما تمومی نداره. معجزه فرمولی پرومیز اینجا دقیقاً میاد و به شما کمک میکنه، به دلیل اینکه شما بعد از یک مدتی که از محصول استفاده کردین دوباره طبق حال امروز پوستتون میایید و فرمول رو تغییر میدید. با تغییر فرمول یک محصول جدید به دست میارین و این کمک میکنه که همیشه حال پوستتون خوب باشه. این روتین از 4 تا محصول و یک ابزار تشکیل میشه. 3 تا از محصولات اون با هم ترکیب میشن و مناسب شرایط شما یک محصول جدید به دست میارن. اولین محصول اون پروزون هست که باعث فعالسازی متابولیسم سلولی میشه. این محصول با تحریک متابولیسم سلولی فرایند بازسازی و نوسازی سلول‌های پوستی رو تقویت میکنه. همین هم باعث میشه که افزایش تولید پروتئین‌ها و فاکتورهای رشد مرتبط با ریلایف‌های پوستیتون انجام بشه. همینطور سنتز سرامیدها توسط پروزون انجام میشه که کرانوسیدها رو افزایش میده و منجر به تقویت سد پوستی و بهبود عملکرد حفاظتی پوستتون میشه. اگر نمیدونید کراتونیست پوست چی هست، توی پست های بعدی براتون توضیحاتش رو میذارم. محصول دوم PDOS هست که به خاطر داشتن خواص آنتی اکسیدان و ضد التهاب از آسیب‌های اکسیداتیو به سلول‌ها جلوگیری میکنه. این محافظت باعث حفظ سلامت ریلایف‌ها و جلوگیری از تخریب اونها میشه. میدونید که ریلایف‌ها برای شما بسیار حیاتی هستن. محصول سوم PDH هست که این محصول با تنظیم pH یک محیط مناسبی برای عملکرد بهینه ریلایف ها فراهم میکنه و به تعادل میکروبیوم پوست کمک میکنه. متوجه شدین که هر 3 تا محصول کمک میکنن که شما بتونید 2 عمل خیلی مهم رو برای پوستتون انجام بدید. اولیش مربوط میشه به محافظت از سرامیدهای پوستیتون و دومی مربوط میشه به التیام همیشگی ریلایف های پوستیتون. روتین پوستی پرومیز هم باعث التیام آسیب‌های داخلی و هم باعث محافظت در برابر آسیب‌های خارجی پوست هستش. روتینی که هر روز شما رو به عقب میبره و جوان‌تر میکنه. وقتی که میخواید روتین شبانه‌تون رو انجام بدید، شما نیاز دارید که از 3 محصول استفاده کنید. این محصولات توسط خودتون و کارشناس آنلاینتون و یا توسط مرکزی که مراجعه کردین بهتون فرمول داده میشه و اصطلاحاً شرایط شما رو فرموله میکنن. اولین محصول مربوط میشه به پروزون. همونطور که میدونید پروزون نقش خیلی مهمی در حیات پوست شما داره. مثال میزنیم، برای شما این رو 6 گفتم. به این صورت ابزاری که بهتون داده میشه رو باید 6 قطره از پروزون توی درب ظرف بذارید. به این صورت 1 2 3 4 5 و 6. مورد بعدی مربوط میشه به PDH. برای مثال مناسب پوست شما PDH رو بهتون 4 دادم. 1 2 3 و 4. مورد بعدی مربوط میشه به PDOS.
فکر کنید که پی دی اوز رو مثلا به شما عدد 5 دادن. بعد از اینکه این مواد رو با هم ترکیب کردیم، الان وقتشه که اونها رو به فوم تبدیل کنید. این فوم فقط 2 دقیقه زمان داره تا استفاده بشه. اگر توی اون 2 دقیقه استفادهش نکنید متاسفانه خراب میشه و اکسیژن های موجود در اون توی هوا یک اکسیژن پیدا میکنن و باهاش ترکیب میشن. اما اگر توی این 2 دقیقه وارد پوستتون بشه بین 4 تا 7 زندگی میکنه و تمام اون چیزهایی رو که ما ازش میخوایم برای ما دریافت میکنه. به این صورت باید این رو کاملا تبدیل به فوم کنیم. همونطور که میبینید وقتی که شروع به حاضر کردن فوم میکنید، وقتی که سفت شد و دیگه هم زدن اون سخت شد، یعنی که فوم شما حاضر شده. همون جوری که میبینید تبدیل به یک فوم فوق‌العاده میشه که این رو باید روی پوستتون به اون تعداد ثانیه‌ای که متخصصتون به شما گفته نگه دارید.